سلام دوستای گلم، به برنامه خوش اومدین دوباره. میخوام امروز درباره یه رسیپی برای کافی فیتون معرفی کنم، ولی این بار من معرفی نمی کنم. میریم تو چت جی پی تی سرچ میکنیم ببینیم چه رکومندیشنی میده، اونو میخوایم با هم بریم درست کنیم. شما هم امتحان کنید، نظراتتون رو حتما به من بگین. میبینمتون، پس بریم که داشته باشیم. خب برای این کار اول میریم تو چت جی پی تی وبسایتش، بعد می‌نویسیم مثلا make hot coffee recipe، بعد یه لیستی برامون میاره. حتی میتونیم بزنیم که فارسی بهتون بگه یا اینکه حالا انگلیسی باشه یا چه جوری باشه. برای این کار می‌نویسیم، من الان فارسیش براتون میذارم، میریم که داشته باشیم که چه جوری درست میشه. خب این درست شد، امتحان میکنیم. به نظر میاد خیلی خوبه. من دوست دارم، البته بگم دارچین داره. اگه دارچین دوست دارین دارچین اد نکنین. فلیورایی هم که اگه وانیلا دوست دارین همه فلیورا رو میتونین اد کنین، هر فلیوری که میخواین فقط اد کنین، فراد کنین و اینکه امتحان کنید. برای من بنویسید که چطور بود. برای کافی هم حتما نباید از دستگاهی که من استفاده کردم باشه، میتونید از هر دستگاه استفاده کنین. میلک فرات هم هر میلک فراتی رو میتونین استفاده کنین. و اینکه من حواسم نبود که به شیر آلرژی دارم. میبینمتون ایشالا دفعه بعد اگه زنده موندم.